این مرد دقیق ترین تک تیرانداز دنیاست. اون 214 تا سرباز آمریکایی و فقط توی 32 روز کشته، اما حالا تنها پشت یه سنگ گیر افتاده، اونم در حالی که حرفه‌ای ترین تک تیرانداز آمریکایی زیر یه تانک کمین کرده و آماده است تا با کوچکترین حرکت مرد با شلیک یه تیر مرگبار اونو از صفحه روزگار محو کنه. اما ناگهان یه ایده عالی به ذهن مرد میرسه. اون ملاقه آهنی که همیشه همراهشه رو از جیبش در میاره، روشو تمیز میکنه، با دقت ملاقه رو به کفشش وصل میکنه و از پشت سنگ بیرونش میاره. تک تیرانداز آمریکایی به محض دیدن ملاقه متوجه میشه که مرد میخواد موقعیتش رو با نگاه کردن به داخل ملاقه پیدا کنه. بنابراین اون آماده میشه تا با شلیک یه تیر ملاقه رو سوراخ کنه، اما در همین لحظه مرد سرش رو از اون سمت سنگ بیرون میاره و ناگهان